ассалому алайкум дӯстони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. наворе ки айни замон шумо тамошо карда истодаед аз бозори Корвон аст ва ира ман рӯзи панҷшанбе ба навор гирифтагиам. ҳозир бошад то рӯзи душанбе бозори истироҳатӣ, рӯзои истироҳатӣ. Барои аввал хостум камакак шумода нишон тим. این ویدیو را از سکند هند ما به نوار گرفتگیم. از سکند هنده که در انامین گردش کاروان قرار دارد. چند تا درجه مردانه است، زنانه است، کودکانه است. بسیار خواهش کرده بود یکی از پادپیسچیکان ما در واتساپ حتی نوشته بود که همین سکند هندی کودکی را نشان دهید، چیزاشون یک بار ما بینم. خیلی میدونید برای سکند هند بسیارتر از دیگر دولت ها میبیاید، از اروپا بسیارش. و خواستم برای شما نمی کودکی را با خواهش پادپیسچیک نشان دهم. اینجا چی کورتکا و کورتکچه‌ای که هسته پالتوچه تو همین 6-7 ساله را هسته رزمیر. همه همینا چی دخترانه چی بچگانه نرخشون از 40 سومون تا 50 سومونه. در حقیقت هم خوشروی بینشون در اگر کابل نواش هم هسته. این مرحمت بینید چقدر کورتکچه خوشرو برای دخترکا. با یک مرتبه ختون بیایید. یادآور میشم که بسیار خواهش کرده بود یک خواهر عزیز و به خاطر همین شخص ما به نوار گرفتگیم. میدونم که از بسیاری ها می نویسن که نخواهیم همینو را به نوار گیرید، برای که بعضا هم ما کهنه بازار وقت ویدیو میکنم می نویسن. برای اول پادپیسچیکانی عزیز باید ما هم مرا مثال خواهشش به نظر بگیریم، حرمت کنیم. هر یک خواهش هر آدم، هر یک انتخابی هر یک پادپیسچیکا مرحمت بینید. اینجا ده هسته بروکو بریژچو هر خیلی نرخوشونه چه خیلی به ما گفت دخترک از 15 سومون تا 30 سومون 35 سومون ای بروکوی جینس شونی نچوسدارشون جینس های نچوسدار و بریژاشون از 15 سومون تا 20 سومون هم خیلی ای نرخوشون. اگر خواهید یک مرتبه بیاید